بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز همراه شما درباره دشمنان حجاب و این چنین درباره اینکه خواهران و برادران که به خاطر کار و به خاطر تحصیل از بهر نماز و از بهر حجاب نباید اصلا بگذرند میخوام صحبت داشته باشم. پیش از شروع کردن دو نکته مهمه که در تاریخ گذشت و هنوز هم همه میدانند میخواهم برایتان یادرس کنم. یکی تاریخ کشور ترکیه یا تاریخ جنگ حکومت ترکیه با زنان حجابدار که سر از پاش خوردن خلافت عثمانی شروع شد محدودیت بالای زنهای حجابدار تا که رفته رفته کاملا زنهای حجابدار را از همه جا و از همه چیز محروم کردند. زن حجابدار تا 2007 نزدیکی 60 سال در ترکیه نمیتوانست حتی تدریس کند، حتی درس خواند. در مکتب ها نوشته شده بود، در دانشگاه ها نوشته شده بود که ورود با حجاب اسلامی یا با روسری به مکتب و دانشگاه ها من است. حتی به بیمارخانه زنهای حجابدار را قبول نمی کردند. از پارلمان یک چند زنهای حجابدار را رانده بودند. عده‌ای را جریمه کرده بودند، عده‌ای را زندانی کرده بودند، عده زیاد دیگری هم به درغه شده رفته بودند، به خاطر حجابشان ترک وطن کرده بودند. یعنی تاریخ دشمنی با حجاب 60 ساله ترکیه همیشه همچون تاریخ سیاه باقی مانده است. آن هم چه عجب که یک دولتی که 96 در صدش مسلمان است، 96 در صدش مسلمان است و خود ترک ها هم میدانند که در همین مدت 60 ساله جنگ با حجاب و با اسلام ترکیه یکی از کشورهای خیلی عقب مانده بود. عقب مانده از جهت تحصیل، از جهت اقتصاد، از همه ساحه ها و پاره‌خوری و فساد در همه ساحه ها وجود داشت، در همه ساحه ها وجود داشت. یعنی هرچی با اسلام جنگیدن انسان‌های فاسق بالای سر مردم آمدن گرفت، اما جنگیدن 60 سال با حجاب زنها، با اعتقاد مردم جنگیدن و در آخر درک کردن که دیگر اعتقاد مردم را با جنگ از قلبشان گرفته نمی شود. اعتقاد مردم در قلب آنها جایگیر است که هرچی کردی، هرچی جنگیدی، جریمه کردی، زندانی کردی، بدرقه کردی، باز هم اعتقاد در قلب میماند. اعتقاد در قلب میماند مگر اینکه پروردگار که خداوند نکرده انسان را گمراه کند. پس از آنکه حجاب کاملا در اینجا اجازه شد، الان میدانید که وزیر عائله این کشور مثلا زن محجبه هست، ترجمان مخصوص رئیس جمهور زن محجبه یا حجابدار با سطر است، دانشگاه و تمامی حتی ساحه ها مؤسسه های دولتی با حجاب جایز است. و برعکس بعد از اینکه انسان های دیندار، زن های حجابدار خدا ترس بالا آمدن، تقریبا فساد در این کشور نیست. تقریبا فساد نه در دانشگاه، نه در مکتب های میانه، نه در بیمارخانه دیده نمی شود. زنی حجابدار می تواند حتی خلبان باشد، حتی می تواند وزیر تندرستی باشد، هرچی می تواند بکند و حجاب وی مانع پیشروی او نشده ایستاده است و این را همه دنیا شاهد است. و خود شوروی را هم که همه می دانیم، علل خصوص پدر و مادران ما شاهد بودند که 70 سال با دین مردم جنگید. این کشور کمونیستی که زن حجابدار را می گفت تو به حجابت آزادی، با کاکل و با گیسه های کشادت آزادی، تو باید تا مرد کار کنی و کمترین مزد گیری، که ساخت دولت این گونه بود. و گویا که زنهای تاجیک و ازبک و دیگر دولت‌های مسلمانی آسیای میانه را از حجاب آزاد کردن. اما چه آزادی که امروز دیده ایستادید. بقدرترین تقریبا در دنیا زنها را میبینید که با کارهای پست و بیسوادی در همین کشورها هستند. همه میدونیم این رو که از جهت سواد خیلی زنهای این کشورها عقب ماندند. آن هم همان بدبختی که 70 سال شوروی بالاشون آورده بود و این زنها را گفته بود تو جایت پخته است، تو جایت پولیس است، تو به سطر باشو، از خانه براو و دیگر با مردها کار کن، که دیده ایستادید احوال زنها چه است. ولیکن با اون همه 70 ساله جنگ شوروی هم باز هم کسی نتوانست اعتقاد مردم تاجیک و ازبک و
قرقز و قزاق رو از قلبشان بگیرد که پس از پاش خوردنش مردم باز به همان حجابی که آنها زندان میگفتند برگشتند. باز برگشتند و این قانون الله هست. کتب الله لاغلبن انا و رسلی. الله قانون گذاشته است که الله و پیامبرش همیشه غالب می آیند. شما می جنگید مدت باز هم دین الله را نابود کرده نمی توانید. اعتقاد مردم را از قلبشان گرفته نمی توانید. و امروز می بینیم که در کشور ما هم عیناً همین گونه جنگ بر علیه حجاب هست. اگرچه میگویند نه، ببینید این همه زنهای بلاگر تاجیک از داخل تاجیکستان بلاگری میکنند. سوداگرها رو در بازار ببینید، اینها تاجر هستند، ببخشید حجاب دار هستند. در کوچه ها زنهای حجاب هستند. آره، زنهایی که در بازار با حجابشان هستند و در کوچه و در خانه هستند یا به گپای پوچ آواره هستند، زنهای حجاب دار برای آنها حجابشان باقی ندارد. اما دیده ایم که استاد دانشگاه با حجاب باشد، دیده ایم که یک سردختر با حجابش در تلویزیون تاجیکستان صحبت کند، دیده اید که یگان ژورنالیست یا گفتیم یگان خبرنگار با حجابش باشد. در مراسم های جایزش سپاری دیده اید که یک زنی محجبه افتخارنامه گیرد و یا با حجابش او جایزه گیرد. این گونه زنها رو دیدیم تا همین روز. این گونه زنها رو یعنی اجازت شد که زنهای حجابدار بالاتر برایند. نه، در طبقه پایانترین آنها جای دارند. آن را هم با یک مشقت و مشکلی. خواهر و برادرانی که شاهد هستند یا خود شاگردان من که در گروه های تلگرام هستند، قریب هر روز سوال می آید از یک دانش آموزی با حجاب که به خاطر دانشگاه نمی تواند حجابش در سرش باشد، نمی تواند نمازش را در دانشگاه بخواند. این گونه استادها هم کم نیستند. عزیزان ببینید که همون جنگ پیشتره هنوز باز هم در همون کشوری که 98% مسلمان است علیه حجاب دوام دارد. و چی میگویند؟ که نه، این حجاب یک فرهنگ بیگانه پرستی است. اما اگر حجاب فرهنگ بیگانه پرستی است، چرا دامنهای کوتاه فرهنگ بیگانه پرستی نیست؟ وقتی یک دختره که با حجاب نمیتواند آموزگار باشد یا اینکه دانشجو باشد، چرا یک مینی یوبکه پوش میتواند؟ مینی یوبکه از اجداد مایان آمد، از بیبی و از مامایان ما آمد که مینی یوبکه اجازت است. شمهای جنسی تنگ و کفته های تنگ جایز است. اما یک حجاب یک زنی که با لباسی وسیع می رود، این مثل عرب هست و دیگری مثل تاجیک بوده است گویا. در حالی که وضربن بخمورهن علی ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن آیت قرآن کریم است که زن مسلمان باید روسریش رو بالای گردنش بزند، باید گردن زن مسلمان پنهان باشد. یعنی فرهنگی بیگانه میگویم، اما فرهنگ بیگانه رو دیگر دیده ایستاده اید که در همه جا دارد، چه اخلاقی باشد چه اجتماعی باشد پیش می رود. اما با اعتقاد مردم جنگ داریم که نه، این فرهنگ عرب هاست. اما در مسئله این که آنهایی که حجاب رو منع میکنند، حالا در کدام نهادها کار نکنند، بدانید که همیشه در خاطرم هست در دهه زنهای بودن که میگفتند فلان معلم، یعنی یک پیرمرد را نشان داده ببین که 3-4 فرزندش کسلی روانی هست، یعنی کسلی روحی دارد. این جزای الله هست برای این پیرمرد، برای آنکه در وقتش تمامی طلبه ها را یک به یک در مکتب در وقت رمضان آب می نوشانید، یا اینکه چیز به دهانش میکرد که روزت رو بخور. الان ببین که فرزندانش کسلی روانی ان، جزای الله در دنیا به سرش آمد. یا فلانی رو ببین که چشمانش چندین سال است که نمی بیند، کور است، آن هم به خاطر دشمنی که با طلبه های روزدار داشت. و این وعده الله هست، ان الذين يحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین. آنهایی که به الله و با پیامبر دشمنی میکنند خار و ذلیل هستند در دنیا و در آخرت. آنهایی که امروز به خاطر جای کار یا به خاطر هر چیه زنی حجاب دار روی مولد را از سرگیر میگویند، یا اینکه خواهر برادر رو میگویند اینجا نماز نخوان، اینجا برای نماز خواندن نیست، فی الاذلین، از خار شدگانند که انشاءالله اطرافیان هم شاهد میشوند که در همین دنیا با چه عذابی میروند. در آخرت هم که میبینیم جهنم جایگاهشان است. 1000 بار لا اله الا الله محمد رسول الله گویند هم، چون این جنگ علیه اسلام است، جنگ علیه قانون الله است. وقتی به کسی میگویی حق نداری نماز بخوانی، حق نداری تو دانشجو هستی حجاب بپوشی، تو آموزگار هستی حق نداری نماز بخوانی و یک نفر 3-4 نمازش در آنجا قضا شود. اما مسئله دیگر درباره شخصانی که یا خواهرانی که زیاد همین سوال می آید که من دانشگاه رو به خاطر حجابم ترک کردم یا می خواهم ترک کنم،
یا استادان دانشگاه. عزیزان، عمر خیلی کوتاه هست که این را همیشه من ذکر میکنم و الله میگوید یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه و ایای فاعبدون. ای بنده هایی که به من ایمان آوردید، ای بنده های مؤمن من، زمین من وسیع هست، مرا تنها عبادت کنید. یعنی وقت در جایتون، در جایی که زندگی میکنید مرا عبادت کرده نمیتوانید، زمین من وسیع است، به جای دیگر بروید. وقتی در جای کارت نمیتوانی عبادتت را بکنی که بندگی تو با 5 وقت نماز است و خطر بی نمازی تو جایی هست که بعضی علما میگن این انسان مسلمان است یا کافر است، شک دارند و اختلاف در این باره هست. نباید یک نفر مسلمان در همون جایی که کار میکند و سبب ترک نماز او میشود در آن کارش بماند، حتما باید آن کار را ترک کند. و حدیث پیامبر است که من ترک شیئا لله او وضع الله خیرا منه. وقتی که کسی چیزی را به خاطر الله ترک میکند، الله بهتر از آن را نصیب میکند. به خاطر الله تدریس و تحصیل را در همه کشورها میشود. شاید حاضر نه بدتر با خیلی زیاد خواهرانی که از ترکیه هستند، شناس هستم، الک سن سالشان بالا است، از 50 بالا، که میگویند ما به خاطر حجابمون ترک دانشگاه کردیم، اما پس از 10 سال به ما نصیب شد که ما دوباره دانشگاه خوانیم، بالاترین جایها نصیبمون شود. یعنی شما به خاطر جای کار، به خاطر خواندن از بحر حجاب خود میگذارید، از بحر نماز خود میگذارید، اما بیخبر هستیم که کار ما، جای تحصیل ما هرگز به ما نه در دنیا نه در آخرت یگان فایده رساندن نمیتواند. حدیث در ترمذی هست هر کسی که به خاطر رضایت الله، اگرچه مردم به غضب آیند هم، کار را ترک کند، پروردگار کار میکند که مردم به او غضب نمیکنند و مردم اصلا به او ضرر نمیرسانند. برعکس هر کسی که به خاطر رضایت مردم کار را انجام دهد که الله را به غضب بیاورد، الله او را به مردم حواله میکند، دیگر به او کار ندارد. و میدانیم که حال ما اگر به مردم حواله شود چه روز بالای سر ما می آیند. امروز وقتی ما پیشروی داریم، اکثریت مردم کفکوبی میزنند. فردا اگر یک پایتان لغزید، یکی غلطی دید، میبینید که شاید 1 نفر یا 2 نفر دیگر از اهل بیت شروع کرده تا دیگر و دیگرها میگویند خیلی خوب شد، جزایت بود، نباید این گونه میکردی. مردم همین گونه هستند. مردم همیشه دست ما رو گرفتن نمیتوانند. کی نباشند، هم جای کارمون باشد، هم جای تدریسمون باشد، هم اهل بیتمون باشد، هم یگانه این پروردگار است که با نصرت خود، با کمک خود میتواند که ما در دنیا و در آخرت سربلند باشیم و کامیاب باشیم. اما در مسئله دانشگاه ها همیشه، یعنی در کشورهای غرب هم، در کشورهای آسیای میانه هم، در هر کجا که هم باشد، چه خیلی گفتم، اصلا لباس برای علل خصوص حجاب اسلامی برای پیشرفت یک زن پیش روحش را نگرفته بود. ای کاش به جای نوشتن که با حجاب در آمدن ممنوع است، اونجا نوشته میشد که این کتاب ها را نخوانده به اینجا داخل شدن ممنوع است. هر طلبه که در یک سال 23 تا 50 تا کتاب نخواند به اینجا داخل شدنش ممنوع است. و جای اینکه یک چند نفر آنجا بنشینند، یک زن حجابدار را بپرسند که، یا یک خواهر حجابدار را بپرسند که چرا با حجاب به دانشگاه می آیی، ای کاش میپرسیدند که امروز چه خوانده و می آیی، چه هدف داره و اینجا می آیی. یعنی لباس را این گونه قبول کردیم، حجاب اسلامی را، که گویا که سبب عقب ماندگی یک زن می شود. اما برابر من کردن حجاب دیده ایستادیم که چقدر عقب ماندیم، علل خصوص زنها. پس زنهای با حجاب، زنهایی که عفت خود را داشتند، آنهایی که میگویند من به خاطر الله در قانونهای الله زندگی میکنم، اصلا به خاطر جای کارتان، اصلا به خاطر تدریستان از بحر حجاب نگذارید. از بحر حجاب گذشتن از بحر اعتقاد قلبی گذشتن است، از بحر شخصیت خود گذشتن است، که این دیگر خواری و عاجله خوریه که الکی در دنیا به شما آمده است که در آخرت الله خودش میداند و به حال ما رحم کند. این بود صحبت امروزه من همراه شما. الله برای یکایک ما قوت و توفیق ایمانی بدهد که در راهش همیشه ثابت باشیم، به خاطر دنیای دروزه اصلا از قانونهای الله دست نکشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.